میدونستی که 8 پا نه یکی نه دوتا بلکه 3 تا قلب داره؟ در ادامه این ویدیو همراه من باش تا عجیب ترین ویژگی های این موجود دریایی شگفت انگیز رو بشناسی. یکی از قلب های 8 پا قلب سیستمیکش هست که خون رو در بخش های مختلف بدن پمپاژ میکنه و 2 تا قلب دیگه قلب های شاخه‌ای هستن که خون رو به آبشوش‌هاش میرسونه و اکسیژن گیری میکنه. هنگامی که برای مدت زمان طولانی استراحت میکنه یا هنگام شنا کردن قلب سیستمیکش از کار میفته. 8 پا مغزش فقط توی سرش نیست، اون 8 تا پا داره. توی هر پا یه سیستم عصبی و مغز جداگونه هست. یعنی هر پا خودش میتونه بفهمه که چی کار کنه، حتی اگه از بدن جدا باشه. برای همینه که میتونه با پاهاش چند تا کارو همزمان و مستقل از هم انجام بده. اگه دنیای 8 پاها برات جالبه، خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنی. 8 پاها میتونن رنگ، بافت و حتی شکل بدنشون رو تغییر بدن تا کاملا با محیطشون یکی بشن. اونم فقط توی چند ثانیه. اونا میتونن خودشون رو به شکل سنگ استتار کرده یا ادای خرچنگ یا ماهی‌های سمی رو در بیارن و شکارچی‌ها رو گول بزنن. بعضی از 8 پاها سم‌های خطرناکی دارن. یکی از اونا به اسم 8 پای حلقه آبی هست که زهر کشنده‌ای داره که با یه نیش میتونه یه انسان رو بکشه و عجیب‌تر این که این موجود فقط اندازه کف دسته. جالبه بدونید 8 پاها هوش خیلی بالایی دارن. اونا میتونن مشکلات پیچیده رو حل کنن، درهای شیشه‌ای رو باز کنن و حتی از ابزارها استفاده کنن. 8 پاها دوست دارن روی بستر دریا راه برن تا اینکه شنا کنن، چون شنا کردن براشون انرژی زیادی رو به بار میاره. اونا وقتی احساس خطر میکنن سریع خودشون رو توی شکاف‌ها و جاهای تنگ پنهان میکنن. اگه شکارچی بهشون نزدیک بشه یه حرکت هوشمندانه انجام میدن و اون اینه که جوهر سیاه رنگی رو ترشح میکنن که دید رو تار میکنه و با همین حواس پرتی به سرعت فرار میکنن که این ترکیب حرکت آهسته اما حساب شده و فرار سریع باعث میشه 8 پاها سخت‌تر شکار بشن. نکته جالبی که درباره اونها وجود داره اینه که خون 8 پاها آبی رنگه. دلیلش اینه که به جای آهن که توی خون ما وجود داره و باعث قرمز شدن خون ما میشه، توی خون 8 پاها ماده‌ای به نام هموسیانین وجود داره که پایش مثل هموسیانین توی آب سرد و کم اکسیژن بهتر کار میکنه و کمک میکنه اکسیژن رو به اندامهای بدن برسونه. برای همین 8 پاها میتونن توی محیطهای عمیق و سرسخت هم زنده بمونن. 8 پاها فقط یه بار تو زندگیشون جفتگیری میکنن. بعد از جفتگیری جفت نر میمیره و ماده هم بعد از تخم‌گذاری و برای اینکه از تخم‌ها مراقبت کنه هیچ غذایی نمیخوره و در نهایت میمیره. همین مسئله باعث میشه که طول عمر اونها خیلی کوتاه باشه و از 1-2 سال تا 5 سال بیشتر عبور نکنه. دانشمندان با تحقیقات پیشرفته متوجه شدن که وقتی 8 پاها خواب هستن پوستشون تغییر رنگ میده و مغزشون فعالیتی شبیه به خواب رم تو انسانها داره. این یعنی اونا هم مثل ما در خواب رویا میبینن و ذهنشون فعال میمونه. یکی دیگه از چیزهای عجیبی که توسط دانشمندا اخیراً کشف شده فسیلی هستش که نشون میده اجداد اولیه 8 پاها حدود 330 میلیون سال پیش وجود داشتن. این یعنی قدمت 8 پاها حتی از دایناسورها هم بیشتره. این فسیل در ایالت مونتانا آمریکا کشف شده. نکته جالب اینه که این 8 پای باستانی 10 تا پا داشته، در حالی که 8 پاهای امروزی فقط 8 تا پا دارن. یعنی 8 پاها خیلی قدیمیان و حتی نسبت به شکل امروزیشون تغییرات زیادی داشتن. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودی. اگه تو هم مثل 8 پاها چند تا پا داشتی، باهاشون چی کار میکردی؟ حتما تو کامنت ها برام بنویس.